خب سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. میریم برای اینکه ببینیم یک محصول پرینت آن دیمندی رو چجوری میتونیم طراحی بکنیم و در واقع از حالت خام خودش به یک کالایی که با طرحی که خودمون دوست داریم و از اینترنت پیدا کردیم، دانلود کردیم، با خلاقیت خودمون چند تا طرح کنار هم گذاشتیم یا حتی خودمون حرفه‌ای طراحی کردیم، میتونیم در واقع محصول رو طراحی کنیم و بسازیم. برای مثال من با نقطه استارت تمام کسانی که توی صنعت پرینت آن دیمند وارد میشن و مسیر موفقی رو طی میکنن، یعنی ماگ 11 اوزد که یکی از پرفروش‌ترین محصولات پرینت آن دیمند و پرفروش‌ترین محصولات در کلا فروشگاه اینترنتی و مارکت پلیس های دنیا هست، شروع میکنم. فرض رو بر این میگیریم، حالا در جلوتر باز بهتون توضیح میدم که چجوری میشه نیچ های مختلفی رو در نظر گرفت و فرض رو بر این میگیریم که فعلا برای شروع کار من توی اینترنت رفتم و سرچ کردم و یه سری از این عکس ها رو مثلا از اینترنت دانلود کردم با سرچ توی گوگل و سیو کردن توی سیستم و میخوام با این عکسایی که دانلود کردم برم و محصول پرینت آن دیمند طراحی بکنم. خب برای این کار چند مدل و راه وجود داره و من طبق معمول همیشه حرفه‌ای ترین حالتی که میتونید شما از طریقش پرینت آن دیمند و یک محصول مثل ماگ 11 اوزد رو طراحی بکنید رو بهتون آموزش میدم. بعد راههای ساده ترش رو هم خب به دوستان میگم. همونطور که میدونید هرچی یک راه سخت‌تر و حرفه‌ای تر و تخصص بیشتری نیاز داشته باشه، اون راه مسلما کیفیت و نتیجه و خروجی بیشتری داره و مسلما پول بیشتری توشه. برای همین من باز حرفه‌ای ترین حالت یاد میدم، اما برای دوستانی که حالا فتوشاپ ندارن یا دسترسی به پیسی ندارن، به ناچار راههایی که کیفیت کمتری دارن اما خب در دسترس تر هستن رو هم آموزش میدم که بتونن با استفاده از اونها شروع بکنن و با کسب درآمد امکانات خودشون رو ارتقا بدن. دقت بکنید دوستان، برای اینکه شما بتونید در واقع یک محصول یا یک ماگی رو به حرفه‌ای ترین حالت ممکن با طرح خودتون طراحی کنید، یا نیاز هست که یک فتوشاپ کار حرفه‌ای باشید و برید دوره‌های سخت و سنگین فتوشاپ رو بگذرونین، یا دقیقاً مثل حالا منتورینگی که ما داشتیم تو بحث طراحی سایت، شما نیازی ندارید برید و زمان خیلی طولانی رو بذارید تا یک فتوشاپ کار حرفه‌ای شین، بلکه فقط از فتوشاپ به اندازه نیازتون استفاده می‌کنید و در واقع میتونید مثل دقیقاً همون جایی که بهتون یاد دادیم که تو سایر آموزش هم که میتونید از قالب‌های آماده استفاده بکنید، از موکاپ‌های آماده PSD مخفف همون فتوشاپ هست و موکاپ در واقع اون فایل خام محصولی میمونه که شما میخواین روش طرح بذارید و در واقع اگر توی اینترنت یا گوگل هم سرچ بکنید کلمه موکاپ رو و بعدش پشت بندش هر حالا کالایی یا هر پروداکتی مثل ماگ، تیشرت یا هر چیز دیگر رو سرچ بکنید، اون خام و محصول رو براتون میاره. و ما به جای اینکه اینجا بیام به شما از اول فتوشاپ یاد بدیم که چندین ماه و زمان بسیار طولانی یاد طول بکشه تا فتوشاپ کار بشید و حالا از اون قسمتاش که لازمه نیازتونه استفاده بکنید، باز طبق معمول همیشه به صورت حرفه‌ای از بیرون از آخر به اول میایم و ما به شما یه سری موکاپ‌های حرفه‌ای فتوشاپ رو میدیم که وقتی این موکاپ‌ها که به صورت یک فایل هستن روی لپتاپتون باز میکنید و فقط کافیه روی لپتاپتون نرم افزار فتوشاپ رو نصب کرده باشید، از این طریق بهتون یاد میدم که چقدر راحت شما میتونید یک طرحی مثل این طرحی که مثلا از اینترنت دانلود کردید، مثلا این طرح رو بتونید خیلی حرفه‌ای بندازید روی محصولتون. حالا این حرفه‌ای بودن به چه درد میخوره؟ ببینید یه سری محصولات مثل لیوان و ماگ انحنا دارن، مثلا یک استوانه هستن، بالا سرشون خالیه، پایینشون منحنیه و طرح وقتی روی محصول قرار میگیره باید انحنا پیدا بکنه و یه فتوشاپ کار حرفه‌ای میدونه که باید علاوه بر اینکه به طرحش انحنا بده، گوشه هاشو درست در بیاره، دقیقاً متقارن با محصول در بیاره و جدای از اون حتی سایه دادن، چون نورپردازی رو محصول باعث ایجاد سایه میشه و همه اینها باعث میشه که شما باید یا فتوشاپ کار حرفه‌ای باشید یا موکاپ های آماده فتوشاپ ها رو داشته باشید که حالا روی هر پروداکتی که کار میکنید من این موکاپ های آماده رو به شما میدم. و چجوری میشه از این موکاپ های آماده استفاده کرد؟ فقط کافیه عرض کنم تو سخت این حالتش یه لپتاپ داشته باشین و فتوشاپ روش نصب باشه و مثلا این فایل موکاپی که بهتون میدم کافیه روش کلیک بکنید تا فتوشاپ باز بشه. هیچ کار خاصی لازم نیست انجام بدید. بعد از اینکه فتوشاپ باز شد، ببینید یه همچین طرحی براتون میاد. حالا فتوشاپ من اینا بهش میگن گرید،
این لایه ها و خط بندیش روشن هست. ممکنه بک‌گراند شما این لایه ها خط بندیش روشن نباشه، مهم نیست. اما وقتی که فتوشاپ اون باز شد، همونطور که می‌بینید عکس یک ماگ سفید میاد که روش هیچ طرحی نداره. حالا من چجوری میتونم در واقع روی این ماگ سفیدم طرح بندازم و عکس یا طرحی که دوست دارم رو بیام و در واقع روی این ماگ سفیدم قرار بدم؟ خب خیلی ساده. دوستان، اول طرحم رو انتخاب میکنم. هر طرحی که به ذهنتون رسید، فرق نمیکنه، طرحی که دانلود کردید. مثلا من میخوام این طرح رو الان بندازم روی ماگ. اگه بخوام تو حالت عادی توی فتوشاپ در واقع عکس ماگ رو پیدا بکنم و طرحمو بندازم روش، الان مثلا من یه عکس خالی رو بدون اینکه از طریق موکاپ باشه براتون میارم. ببینید چقدر سخت و مسخره میشه خروجی کار. ببینید فرض کنین من مثلا رفتم و یه موکاپ عکس ساده از اینترنت دانلود کردم، مثلا هیچ کاری هم روش نکردم. اینو میخوام توی فتوشاپ هم باز بکنم از این حالت حرفه‌ای که ما گفتیم، نه یه حالت کاملا ساده ای، و میخوام این طرح رو بندازم روش. چه ایرادایی ایجاد میشه؟ اولا رو موکاپ من خب این ورش سایه است، این ورش روشن‌تر، انحنا داره و خیلی داستانهای در واقع سخت و پیچیده‌ای داره. به این راحتی نیست که من الان مثلا این طرحمو بخوام بگیرم بیارم و بندازم روی فتوشاپم. ببینید طرح حتی من اگه کوچیکشم بکنم یه حالت کاملا غیر طبیعی به خودش میگیره، یعنی کاملا مشخص هست که این طرحی که من این رو انداختم فتوشاپ شده، نه انحنای دور ماگو داره. اصلا من میخوام این طرحم مثلا به اندازه کل ماگم قرار بگیره، یعنی میخوام این طرحم از اینجا بیاد تا اینجا، سر این طرح باید خمیده باشه، سایه داشته باشه. و پرینت آن دیمند کارهای ضعیف آماتور تو دنیا اتفاقا الان زیادن. سرچ کنین همین سوتیا و گافای این شکلی میدن خیلیاشون. و در واقع ببینید حالا باز بهتون میگم هر موقع رو آبجکتتون کلیک بکنید و کنترل تی رو بزنید این امکانات براشون میاد. کنترل و حرف تی رو نگه دارید. من باز اینو اگه بخوام بزرگتر هم بکنم، باز در هر صورت یه حالت زشتی میگیره طرحم و بعد باید برم فتوشاپ حرفه‌ای یاد بگیرم اون مکافاتا. به جای این کار، این راهی که من بهتون یاد دادم، موکاپ رو وقتی باز کنین یه همچی چیزی میاد و فقط کافیه شما توی این موکاپ، هر موکاپ بهتون میگم این فایل اول موکاپی که براتون فرستادم، فقط کافیه بیاید روی این عبارت یک، روی اینجاش دبل کلیک بکنید. وقتی که دبل کلیک کردین یه عکس مربعی کامل باز میشه و حالا عکستون رو بیاید بگیرید و بندازید روی فتوشاپتون، یعنی بیارید پایین تو این نوارتر پایینی که از تو فتوشاپ نگه دارین تا فتوشاپ باز شه. اینجا ولش کنین عکستون رو و عکستون رو به اندازه دور تا دور این مربع درست بکنید. ببینید اگر عکستون دور تا دور این مربع نباشه، سمت چپ و راست تصویرتون تو خروجی خالی میمونه. یعنی باید دقیقاً چیزی که دور تا دور این مربع درست میکنید دور تا دور این ساید لیوان که براتون اومده میاد. یعنی ببینید من دور تا دور این مربع رو سعی میکنم پر بکنم، المان عکسم تا حدودی معلوم باشه. بعد این دکمه رو میزنم که قشنگ کامل سیو بشه و بمونه. و حالا خیلی راحت وقتی که حالا ضبط دارم میذارم، یا میتونید سیوش بکنید، فرقی نداره، میتونید از طریق فایل سیو برید. قبل از اینکه خروج بکنم سیو رو میزنم. حالا یه نکته خیلی جالب که اتفاق افتاد، میبینید عکسم اومد روی ماگم قرار گرفت و چه زیبا و فتوشاپ شده، هم سایش رعایت شده، هم رو دسته نرفته، هم دور تا دور لیوانم قرار گرفته. و خیلی دوستان میگم حالا این ماگ ها و این موکاپ هایی که بهتون میدم کاملا بر پایه اینه که روی فتوشاپ و روی دیجیکالا در واقع کاملا با دیجیکالا و قوانین دیجیکالا مارکت پلیس ها میخونه. یعنی در واقع حالا یه سری قوانین مارکت پلیس ها دارن که باید 75% کادر تقریبا عکس بگیره، پشتش حتما سفید باشه، همه اینها توش رعایت شده. و بعدش فقط کافیه من فایل و سیو از رو بزنم و عکسم رو حالا با فرمتی که میخوام که ترجیحاً بهتر فرمتتون برای دیجیکالا اگه دارید استفاده میکنین جی پیگ باشه و حتما به هر کالاتون یه اسم بدید که بهتر اگه برای دیجیکالا بسونین همه شناسه هاتون چه تو سایت چه تو سیو عکس اولش DKP داشته باشه که بدونید دارید برای دیجیکالا در واقع این عکس رو میذارید. حالا یا اگه برای سایتتون جای دیگه بود میتونید اسم دیگه بذارید و براش کد بذارید، براش یه اسم بذارید، مثلا من DKP 301
میدونم کد در واقع این محصولم است و بعد اون رو سیو میکنم. بعد از اینکه اون رو سیو کردم ببینید سایزش میاد 8.7 مگاوات. اگر در واقع دارید برای جاهایی مثل دیجیکالا و اینها در واقع عکس درست میکنید، این حجم خوبیه چون رو دیجیکالا میتونه قرار بگیره، ولی وقتی برای سایتتون دارید در واقع درست میکنید اینو بدونید که این حجم بالاییه و بهتر روی حالا مثلا کوالیتی های پایین تر مثل مدیوم و اینها قرار بدید که حجم عکستون در واقع پایین تر بیاد. من حالا مثلا رو مدیوم قرار میدم اینو و بعد سیو میکنم عکسم رو. حالا خیلی ساده همونطور که ملاحظه میکنید من میام اینجا که عکسم رو در واقع سیو کردم، سعی میکنم سیو از، خب عکسم در واقع اینجا سیو شده. این محصول خروجی من هست و دیدید که من چجوری تونستم در واقع با این PSD یک موکاپ طراحی کنم. یعنی حرفه‌ای ترین حالت طراحی ماک دقیقاً همین چیزی هست که میبینید. نه ماک حالا هر کدوم از کالاهای دیگه، نه همه کالا، بعضی از کالا هست نیازی نداره فتوشاپ PSD استفاده کنیم، ولی ماک به خاطر انحنایی که داره، به خاطر حالا سایه و نوری که داره و همه اینها بهتره که از این استفاده بشه. حالا برای اینکه این موکاپ زدن رو ببینیم یاد گرفتین یا نه، یه موکاپ تست روی در واقع موکاپی که براتون میفرستم انجام بدید، بفرستید که ببینیم یاد گرفتین یا نه و بریم ان شاءالله مرحله بعد رو با هم دیگه انجام بدیم.